احساس میکنم ما تو فرهنگمون یه دونه خود درمانگری همیشه داریم. مامان ها یه کیسه دارو دارن، مامان بزرگا و بابا بزرگا همیشه لیوان چای بهت میدن. حالا محتویاتش مامان بزرگی بهت نبات میده، بابا بزرگی ممکنه یه چیز دیگه بده، خرما میده. بله. همشون خودشون دکتر میدونن. تو الان بگو من دلم درد میکنه، تو ایران و تو اینجا همه دکترن و همه بهش چیز میکنن، میگن برو چیکار کن. و ضد و نقیض. آخه میدونی چیه؟ اون بنده خدا نمیدونی چیکار کنه. مثلا میگی غلط کردم، من گفتم اینجا یه جام درد میکنه. قبل از اینکه من ببینی رفته توی چیز دیده، گوگل زدم، توی چت جی پی تی یا هر چی، گفت رفتم زدم خوندم یه صفحه تو 4 صفحه، آخر سر گفت باید بریم پیش دکتر. دوستایی که از ایران میان و کسایی که از ایران میان و میان ملاقات میکنن با من بحث میکنن راجع به بیماریشون. یه فرانسوی میاد میگه چشم، میگه چشم. با ایرانی نه، میگه من میدونم که این جوریم، پس باید اینجوری باشه، پس شما اینو برای من بنویس. چشم.